کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان به توجه ساکنان و میهمانان کشور میرساند که بنا به معلومات اگنتی هواشناسی تاجیکستان دست کم تا پایان هفته روان یعنی از 10 تا 16 ماه مای سال 2022 در قلمرو جمهوری آب و هوای نامساعد در نظر داشته شده است. باران‌های پرشدت، شمال سخت، ژوله، رعد و برق میتواند یک مدت به زندگی ساکنان مشکلی ها آورند. بر اثر هوای نامساعد در ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی تابع جمهوری و ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان سطح آب در رودخانه‌ها میتواند یکباره بالا شود. خطر سیل‌های خرابکار، لغزش ترمه، یرج، ریزش سنگ وجود دارد. در این رابطه کمیته به تکرار از شهروندان خواهش میکند چاره‌های بی‌خطری اندیشیده و موقتا از رفتن برای جمع‌آوری ایزم و علف‌های داروواری، زنبوروغ، چارواچرانی، ماهیداری و شکار خودداری نمایند. هوای نامساعد کار را در چراگاه‌ها نیز مشکل میکند و در این روزها خیلی باید احتیاط کار بود. خوب میشد چاروای خونگی را یک مدت به صحرا نبرید. گفته میشود در اطلاعیه کمیته توصیه میدهد که هنگام رعد و برق از زیر سیمچوب‌ها و خطای انتقال نیروی برق دور باشد. خوب میشد در این لحظه ها از تلفن و تجهیزات برقی استفاده نکنید. رانندگان ماشین ها هنگام سفر در راه‌های کوهی قاعده های بی‌خطری را رعایت کنند. هوای بارانی مشکل دید دارد و خوب میشد سرعت حرکت را بالا نبرند و مسافت را رعایت کنند. حرکت در راه‌های کوهی شبانه برای رانندگانی که ماشین‌های 36 دارند نیز مصلحت نیست، میگوید کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در هشدارش. کمیته چون همیشه از اهالی خواهش میکند قبل از آغاز باران‌ها جویبارها و سیل‌راه‌ها را از هر گونه خس و خسپاره و سنگ و ریگ تازه کنند. باید همیشه تلفن‌های شما آماده باشند تا در صورت پیش آمدن یگان حالت فوق‌العاده توانید به ممانعت زنگ زنید.